نام خودم محمد مهدی الیاسی هستم، دانشجوی مخابرات نوری مقطع ارشد. پروژه‌ای که میخوام ارائه بدم مربوط به تبدیل ملین هستش. این پروژه مربوط به درس ریاضیات عالی مهندسی هستش که دکتر مرودی ارائه میدن. تو این پروژه ما میخوایم به چندین بخش گذر بزنیم. بخش اول به صورت مقدمه صحبت میکنیم که تبدیل ملین چی هستش، چه استفاده‌ای ازش میشه. در قسمت دوم گذشته ریاضیاتیش رو بررسی میکنیم، اینکه چه خصوصیاتی داره این تبدیل و یه سری مثال هم باش حل میکنیم. در قسمت 3 میایم صحبت میکنیم که ارتباط بین تبدیل ملین و گاما فانکشن چی هستش. در قسمت 4 میایم نتایج کیس استادیمون رو صحبت میکنیم، در موردش و پلات ها رو خواهیم دید. در قسمت 5 هم جنبندی رو خواهیم داشت. اینتروداکشن. ملین ترانسفورم یک تبدیلی است که تا جایی شباهت دارد به فوریه ترانسفورم، ولی تفاوت اصلیش با فوریه ترانسفورم اینه که فوریه ترانسفورم شیفت اینوریانس هستش، ولی ملین ترانسفورم اسکیل اینوریانس. حالا این نکته مهم، این نکته چرا اصلا اهمیت داره؟ تو بعضی از استراکچرها و بعضی از دیتا ست هایی که موجود هستش اهمیت خاصی داره که شما دیتا هایی که انتخاب میکنی اسکیل اینوریانس باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه ما یه f(x) داشته باشیم، یه f آلفا x داشته باشیم، یعنی یه آلفا در x ضرب بشه، ما توی تبدیل ملین یه شیفت خواهیم داشت، یعنی ای به توان آلفایی خواهیم داشت، یعنی حالا ضریبش متفاوت ممکن باشه ولی یه همچین اکسپوننشیالی خواهیم داشت. حالا ما چرا از ملین ترانسفورم استفاده میکنیم؟ بحث اینجاست که توی خیلی از مسائل موجود، جیومتری هایی که موجود هستش ممکنه که اسکیل اینوریانس باشن، یعنی اینطوری باشن که حالت مولتیپلکتیو داشته باشن، یعنی حالت ضرب شوندگی هی داشته باشن. ولی چون ملین ترانسفورم حالت اسکیل اینوریانس داره، راحت تر میشه حالا تعمیمش داد به حالت بیسیکش و این کار ما رو خیلی ساده تر میکنه توی حل معادلات و میتونیم در ادامه ببینیم. Mathematical background. ملین ترانسفورم به چنین شکلیه. عملا یه انتگرال صفر تا بی‌نهایتیه که x به توان s منهای 1 در fx dx. حالا این s حالا یه دامی واریبل هرچی میتونه باشه. نکته مهمتر از همه اینه که ما یک گاما فانکشن داریم که به صورت زیر تعریف میشه. یعنی اگه بخوایم یه خورده دقت کنیم میبینیم که اگه ما fx رو ای به توان منفی x بذاریم باید جوابشون یکی باشه. گاما فانکشن در ادامه فکر کنم توضیح خواهم داد. پوینتش اینه که یه ارتباطی با فاکتوریل داره، یعنی اگه شما گاما فانکشنتون روی اعداد حسابی باشن، جوابی که میگیرید عملاً یه مقدار کمتر از فاکتوریلشه. یعنی چی؟ یعنی گاما فانکشن مثلا 3 به شما مثلا فاکتوریل 2 رو میده، جواب باید 2 بشه. یعنی همچین ریلیشن هایی وجود داره. توی این بخش ما در مورد پروپرتی پروف صحبت میکنیم که اینکه ببینیم این چه رفتارهایی این تبدیل ما داره. تو اینجا ما دو بخش مهمش رو بررسی میکنیم، یعنی
لینیر یعنی حالت شیفت و حالت اسکیل. همونطوری که مشخص هم هستش توی تبدیل یعنی توی تعریف تبدیل لنین صحبت شده، اینه که چون این حالت اکسپوننشیال وجود داره، این نوع تبدیلات لینیر نیستن. یعنی ما نمیتونیم با یه آلفا اف ایکس به علاوه بتا اف ایکس به آلفا ایگرگ به علاوه بتا ایگرگ برسیم. این اسکیل ها تبدیل به یه حالت اکسپوننشیالی میشن، حالت خروجی. حالا برای اینکه ببینیم این شیفت و اسکیل چجوری رفتار میکنن با کد مطلب، ما این مشخصه رو انجام دادیم. دیدیم که خب اگه fx مون ای به توان منفی x باشه و آمون یعنی اون حالت اسکیلمون اندازش 2 باشه و شیفتش تو قسمت سمت راست شیفت حالا آی 2 باشه، میبینیم که انگار حالت اسکیلی که انجام شده انگار یه چی میگم بهش، یه ای به توان منفی ایکسی ضرب شده توی گامامون با ضربی که انجام شده. سمت چپ مشخصه عملا حالت دیکی داره، یعنی حالت رشدش خیلی کمتر از گاماست. سمت راست هم که انگار یک شیفت داریم. شما شیفت بخوای بدی میبینی که اگه یه مثلا x به توان آلفا یه چیزی ضرب کنی میبینی شیفت انجام میشه. به چی میگن اسکیلش باید خیلی دقت کنید. شما سمت چپ مثلا 0 تا 25 ولی سمت 0 تا 700. شما تو قسمت تو اندازه 5 دوربر نه 5 باید چیز بگیری، فاکتوریال 6 بگیری، 124 میگیری، اندازش 124، در حالی که تو توی شیفتی که انجام دادی دوربر 700 خورده میگیری جوابش. که این تاکید میکنه روی اون شیفت اسکیلینگ وریانس بودنش و اینکه شیفت چجوری رفتار میشه. ارتباط گاما و گاما فانکشن و ملین ترانسفورم، همونطور که تو قسمت های قبلی هم دیدیم، اگر ما اف ایکس مون رو ای به توان منفی ایکس بذاریم عملا همون رو به دست میاریم و اینجا هم میبینیم که همونطوری هم هست. ما جای اف ایکس ای به توان منفی ایکس میذاریم و جواب نهاییمون گاما اس و گاما فانکشنمون اگه آریتمتیک باشه، اعداد حسابی باشن، با فاکتوریال رابطه مستقیم داره. یعنی ما گامه مثلا 5 رو میخوایم به دست بیاریم، میریم فاکتوریال 4 رو میگیریم. یعنی کار راحتیه، ارتباط خیلی سلیسی هست. کیس استادی که ما در موردش صحبت میکنیم یه اینفینیتی وجیه که با معادله 7 تعریف میشه و با توجه به معادلات 8 و 9 هم یه سری مفروضاتی هم وجود داره. شکلش هم که همونطوری که میبینید، پلاتی که انجام شده توسط ملین ترانسفورم این گونه هستش که انتظارم میرفت. البته حالا باید یه خورده دقت کنیم و زوم کنیم، میبینیم این شید های، این سایه هایی که وجود داره تو قسمت تتا صفر یه خورده بیشتر پیشروی کرده. این انتظارم میرفت که هر چقدر در کناره ها ما حرکت کنیم دیکی و اون کم شدگی خیلی شدیدتری هم داشته باشیم. این پلاتی که انجام شده پلات مربوط به پلات پتانسیله که تتایی که فرض کردیم این اینفینیت ویج ها، یعنی آلفایی که تو موجود کردیم ما، اینفینیت ویج ها تو چه تتایی تغییر میکنن. فکر میکنم از
نه درست، منفی پی 4 تا پی 4 و آری که فرض کردیم از 1/10 تا 5. چرا از 1/10 فرض کردیم؟ چون تو صفر یه سینگولاریتی به وجود میاد که ما عملا نمیخواستیم داشته باشیمش. فرقی آنچنانی هم نمیکنه چون اکسپوننشیالی دیکی میکنه. بین 0 و 1/10 اینقدر عدد بزرگ هستش که حالا اونقدر تفاوت ایجاد نمیشه. به صورت کلی ما تو این مبحث، یعنی تو این پروژه، در مورد ملین ترانسفورم صحبت کردیم. در مورد این صحبت کردیم که چه رابطه‌ای با گاما فانکشنمون داره، این گاما فانکشنمون با فاکتوریالمون چه ارتباطی داره. این اثبات کردیم و پلات کردیم که و دیدیم که این ملین ترانسفورم چه پروپرتی هایی دارن، چه خصوصیاتی درش ست میکنه و اینکه توی چه جیومتری هایی، چه مسائلی ملین ترانسفورم کاربرد داره و میشه ازش استفاده کرد و تفاوتش نسبت به فوریه ترانسفورم چجوریه. قطعا مسائلی که اسکیل اینوریانت هستن حلشون با تبدیل ملین بسیار آسان‌تر و بهتر هستش. همه این پلات ها و فیگورهایی که توی این پروژه موجود بود کدش زده شده و پیوست شده. رفرنس هایی که ما در این باره استفاده کردیم، پیپر که نیستم، کتاب دبنت هستش برای سکند ادیشنش، Transforms and their Applications، و لینک گیت هاب من که تبدیل ملین توش پوشش باز شده و تمامی فایل های پی دی اف، همین پاورپوینت و کد پایتون و فیگورهاش همش در اونجا موجود هستش و میتونید استفاده کنید. ممنونم که وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. با تشکر.